آبی رنگ مورد علاقه مردم بسیاری در سراسر جهان است. افرادی که این رنگ را دوست دارند، عمدتاً آدم‌های احساساتی هستند که طبیعتاً صلح‌جو هستند و آرامش را در معنویت می‌بینند. این رنگ پرطرفدار ثبت می‌شود بدن مواد شیمیایی آرامش بخش تولید کند، پس بسیار مناسب اتاق خواب کودکان است. این رنگ آبی میتواند سرد و یاس آور هم باشد. در مصاحبه‌های شغلی با پوشیدن رنگ آبی وفادار به نظر برسید. همچنین افراد در اتاق‌های آبی فعال ترند. این رنگ مناسب خانه‌های به شدت آفتابگیر است، زیرا با الغای حس سرما، دمای اتاق تعدیل می‌کند و فضایی با دمای متعادل به وجود می‌آورد. این رنگ کاهنده تعداد تنفس است و استفاده از آن برای افراد دارای استرس و فشارهای عصبی بسیار توصیه می‌شود. رنگی که برای پاکیزگی و مترادف با بیگناهی و خلوص است. این ویژگی‌ها مانند خلاقیت، صلح و آرامش را در افرادی که این رنگ را دوست دارند نشان می‌دهد، به ویژه اگر آنها در سن نوجوانی هستند. اگر افراد مثل رنگ سفید را دوست داشته باشند، ممکن است نشان دهد که این افراد آرمان‌های غیرمنتظره‌ای دارند و ترجیح می‌دهند که یک زندگی کامل داشته باشند. رنگ سفید به علت منعکس کردن نور رنگ تابستانی محسوب می‌شود و پرطرفدار برای دکوراسیون و مد است، زیرا با همه چیز تناسب دارد. افراد علاقمند به رنگ سفید افراد آرام و شنونده خوب هستند. به نظر دیگران اهمیت می‌دهند و به دوستی‌ها بها داده و وقت خود را آزادانه در اختیار دوستانشان قرار می‌دهند. شما شخصی با انگیزه، بلند پرواز، پرشور و شاید حتی پرخاشگر هستید و قبل از اینکه مردم را به صورت منفی قضاوت کنید، دوبار فکر نمی کنید. این رنگ گرم نماد هیجان، توانگری، عشق و افراد است و رنگی انرژی زا و نیروبخش است. استفاده طولانی مدت از این رنگ باعث بروز، پرخاشگری و ایجاد رفتار تکانه‌ای در افراد می شود. قرمز پرشورترین و تندترین رنگ است که ثبت سریعتر شدن ضربان قلب و تنفس می شود. این رنگ مظهر عشق و تنفر و فداکاری و خشونت و خون و آتش است. افراد علاقمند به این رنگ هرگز نمیتوانند در زندگی بی‌تفاوت باشند. چنانچه در بخش مطالب جذاب شخصیت شناسی در نمناک گفته این اشخاص تند و سرکش و فعال و شجاع و کمی عجول هستند. ممکن است بارها در عشق شکست بخورند، با آنکه در عشق کاملا فداکارند، اما قضاوت‌های عجولانه و ناگهانی در مورد دیگران اغلب سبب از بین رفتن دوستی‌هایشان می‌شود. این رنگ بدان معنی است که شما بسیار هوشمند و باهوش هستید و تمایل به ایستادگی دارید. خب، بنفش همچنین به این معنی است که شما یک شخص نامنظم هستید، یا طبیعتاً یا از طریق تلقین دوست دارید که در مقام قدرت قرار داشته باشید. از سوی دیگر، بنفش نیز رنگ معنویت است. بنابراین، اگر در مرحله بعدی زندگی خود انسانی معنوی شدید، تعجب نکنید. این افراد با اراده و تا حدی کلش هستند و قبل از دیگران به خودشان توجه می کنند. اگر رنگ سبز را دوست دارید، احتمالا شما التیام دهنده هستید. این اشخاص قبل از کمک به دیگران دوبار فکر نمی کنند و شنوندگان خوبی هستند که باعث می شود مشاوران شگفت انگیزی هم باشند و تعجب نکنید در صورتی که بسیاری از این افراد دوستدار محیط زیست، فعالان حیوانی و حتی گیاهخوار هستند. این رنگ مظهر طبیعت و نشاط آور و آرامش بخش است. سبز تیره مربوط به مردان محافظه‌کارانه است و نشان دهنده ثروت است. زندگی با طرفداران این رنگ آسان است. این افراد با افراد علاقه‌مند به رنگ نارنجی تفاهم زیادی دارند. برخورد این افراد با دیگران بر پایه اصول و قرارداد است. این افراد بسیار کنجکاوند و مایلند سر از کار دیگران درآورند. بله، در حالی که رنگ صورتی رنگی زنانه است، اما امروزه این موضوع چیزی بیش از یک مفهوم جنسیتی نیست، زیرا دختران می توانند رنگ‌های زیادی داشته باشند و پسران هم ممکن است رنگ مورد علاقه شان رنگ صورتی باشد. اگر صورتی رنگ مورد علاقه شما باشد، پس شخصی هستید که نیاز به دوست داشته شدن دارید تا احساس امنیت کنید. چنین افرادی به طور طبیعی آرام هستند. با این حال، آنها دوست ندارند احساساتشان را بروز دهند، مگر در مقابل افرادی که خودشان می‌خواهند. این رنگ رویایی و آرامش بخش همان قرمز است که کمرنگ شده. بنابراین اگر به این رنگ علاقه دارید، تمام صفات رنگ قرمز را البته کمی ملایم تر دارا می باشید. با گذشت هستید و در عشق تندی نشان نمی دهید. شما حس شوخ طبعی قوی دارید، عاقل و تخیلی هستید و اغلب در تفکرات و چارچوب‌های زندگی خطوط قرمزی دارید. گاهی اوقات در مورد ایده‌های بزرگ خود فکر می‌کنید که به نوبه خود منجر به مسئولیت‌های شما می‌شود. کوز را افزایش می‌دهد، متابولیسم، سوخت و ساز را تسریع می‌کند.
طرفداران این رنگ عاشق صحبت کردن هستند و همیشه حرفی برای گفتن دارند. این افراد بسیار اجتماعی و شوخ‌اند، به همین دلیل افراد زیادی را جذب خود می‌کنند. مشکی رنگ سلطه و قدرت است. رنگ لباس مورد علاقه همه سیاه است. پس اگر شما سیاه را دوست دارید، چه شخصیتی دارید؟ خوب، شما ظریف و با شکوه هستید. شخصیتی دارید که خودنمایی را دوست ندارید، اما خودتان به یکی از آنها تبدیل شده اید که خودنمایی می‌کنند. آنها دوست دارند که به عنوان موجودات مرموز درک شوند و از آشفتگی ظاهری مردم در مورد درک انگیزه‌های واقعیشان لذت ببرند. این رنگ برای مرد پرطرفدار است چون شخص را لاغرتر نشان می‌دهد. رنگ مشکی نشان دهنده اطاعت و فرمانبرداری است. به همین دلیل کشیش‌ها رنگ مشکی می‌پوشند. لباس مشکی می‌تواند مغرور کننده باشد، یعنی با پوشیدن این لباس منزوی یا شروع به نظر برسید. این رنگ نومیدی و عزا نیست، بلکه نشانه خوش‌ذوقی و ظرافت طبع است. دوستداران این رنگ به اطرافیان خود احترام می‌گذارند و از هیچ گونه کمکی به آنها دریغ نمی‌کنند. آنها به عقاید و نظریات دیگران اهمیت داده و نظر دوستانشان برای آنها بسیار مهم است. نظراتشان را به کسی تحمیل نمی‌کنند، به دنبال مدح هستند و پول زیادی را بابت این چیزها می‌پردازند.